العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية. صدق الله العظیم. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی وصال حق و خصوصا علاقمندان برنامه الگوهای هدایت، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. همه عزیزان را به برنامه شناخت صحابه، شناخت سیدنا ابوبکر صدیق، شناخت شاگردان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوش آمدید میگویم. در جلسه گذشته پیرامون جایگاه اجتماعی سیدنا ابوبکر صدیق و ویژگی های اخلاقیشان در جامعه جاهلی قبل از اسلام اشاره مختصر داشتیم و همچنین ارتباط به اینکه عوامل برجستگی سیدنا ابوبکر صدیق چی بود اشاره نمودیم و اشاره مختصر ارتباط به مسلمان شدن سیدنا ابوبکر صدیق اشاره نمودیم. سخن از ابوبکر صدیق هست، سخن از افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین هست، سخن از اعظم الخلق بعد الانبیاء والمرسلین می باشد. سبحان الله. لحظه فکر کنید، سخن از افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین، اعظم الخلق بعد الانبیاء والمرسلین، سخن از چنین شخصیتی می باشد. سخن از اولین مسلمان، اولین کسی که رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصدیق می کند از بین الرجال، از بین مردان، سیدنا ابوبکر صدیق هست. ابوبکر صدیق مقام اول را می گیرد. اولین مسلمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اولین تصدیق کننده معراج نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سیدنا ابوبکر صدیق، اولین خطیبی که مردم را برای خدا و رسولش دعوت می کند، اولین کسی که صدای حق و حقیقت را در صحن حرم در مکه مکرمه به گوش مشرکین می رساند، اولین خطیب سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، اولین کسی که در راه الله سبحانه و تعالی شکنجه می شود سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که کل مال و سرمایه خود را در راه الله سبحانه و تعالی می بخشد سیدنا ابوبکر صدیق، اولین کسی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم به محراب داخل می شود و برای صحابه امامت می دهد. بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه به او اقتدا می کنند در نماز. اولین کسی که خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار می گیرد، جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود. اولین کسی که در غزوه احد، زمانی که بین مسلمان ها تفرقه ایجاد می شود و مسلمان ها پراکنده می شوند، اولین کسی که خود را به رسول الله می رساند و به رسول الله وصل می شود سیدنا ابوبکر صدیق هست. اولین جامی قرآن سیدنا ابوبکر صدیق هست. فدای تو ای ابوبکر، ابی و امی فداک یا ابوبکر. این همه مقام، این همه شایستگی، این همه عظمت، این همه بزرگیر
که الله سبحانه و تعالی شامل حال تو گردانیده که تو را افضل الخلق بعد النبیین و المرسلین قرار داده است. بعد از انبیاء علیهم الصلاة و السلام دیگه کسی نیست که به مقام و شایستگی سیدنا ابوبکر صدیق رسیده باشد و یا برسد. سبحان الله. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند اگر ایمان ابوبکر در یک کفه ترازو گذاشته شود و ایمان کل امت من به یک کفه گذاشته شود، ایمان ابوبکر سنگینی خواهد کرد. ابوبکر صدیق هست که زمانی که عمر فاروق میگوید من میخواستم از ابوبکر صدیق پیشی بگیرم که همیشه ابوبکر صدیق در کار خیر پیشگام بود، زمانی که رسول الله گفتن که در راه الله سبحانه و تعالی و این غزوه را شما، غزوه تبوک را شما کمک کنید، جیش الاسره را شما کمک کنید، سیدنا عمر میگوید من رفتم مال سرمایه خود را نصف کردم، نصف در راه الله سبحانه و تعالی آوردم که امروز باید از ابوبکر سبقت بگیرم. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کل سرمایه خود را برمیدارن، میآیند به محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم. ای عمر چی آوردی؟ نصف مال خود را آوردم. حضرت عمر فکر میکردن که امروز روز سبقت هست از ابوبکر. ای ابوبکر چی آوردی در راه الله؟ یا رسول الله کل مال و سرمایه خود را در راه الله آوردم. ای ابوبکر در خانه چی گذاشتی؟ در خانه الله و رسول الله را گذاشتم. آیا دیگر کسی را هم سراغ دارید از صدر اسلام تا به امروز که کل سرمایه خود را در راه الله سبحانه و تعالی صرف کند غیر از ابوبکر؟ به راستی هم که افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. سختی هایی که سیدنا ابوبکر صدیق در راه دعوت متحمل می شوند. ابوبکر صدیق وقتی که ایمان می آورند تنها مال را نمی دهند بلکه جان را هم در راه الله سبحانه و تعالی می گذارند. وقتی با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت می کنند جان و مال خود را در خدمت اسلام گذاشتند. سیدنا ابوبکر صدیق سختی های زیادی می بینند، مشکلات زیادی می بینند در راه الله سبحانه و تعالی. این سنت الهی هست که مشکلات زیاد سر راه داعیان الی الله می آید. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی که میگن پروردگار ما الله هست باید استقامت کنند، باید در مقابل مصائب و مشکلات صابر باشند و خود را آماده داشته باشند. ابوبکر صدیق رضی الله عنه به شدت مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، به شدت مورد سختی قرار میگیرند. بر سر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خاک و خاکستر ریختانده می شود به خاطر دین الله سبحانه و تعالی. ابوبکر صدیق شخصیتی که از اشراف و بزرگان قریش بود، شخصیتی که تاجر بزرگ قریش بود، به خاطر دین الله سبحانه و تعالی بر سر سیدنا ابوبکر صدیق خاک و خاکستر ریختانده می شود. داستان شکنجه شدن سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه در لحظاتی که سیدنا ابوبکر صدیق برای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند یا رسول الله چی وقت علنا
این پیام الهی را به گوش مشرکین میرسانید. ابوبکر صدیق اصرار میکردند تا اینکه علنی گفته شود لا اله الا الله محمد رسول الله، علنی گفته شود که این لات و عزا و منات و این هبل و اینها نفع نمیرساند، ضرر نمیرساند، اینها جز سنگ، خلاصه چیز دیگری نیست. سیدنا ابوبکر صدیق با این اصرار خود حریص بودن که صدای توحید بلند شود. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی می آیند در صحن مسجد الحرام شروع می کنند که به صدای توحید که بلند بشه، مشرکین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله ور می شوند. الله اکبر. بهترین انسان، سید الانبیا، رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم. مشرکین بر رسول الله صلی الله علیه و سلم حمله می کنند و رسول الله صلی الله علیه و سلم را تهدید می کنند و تا حتی مورد شتم و ضرب قرار می دهند. خبر به سیدنا ابوبکر صدیق می رسد. سیدنا ابوبکر صدیق در حرم وقتی که این صحنه را می بینند که مشرکین از خدا بی خبر دست بر سر رحمت للعالمین سردار دو جهان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم بلند کردن، ابوبکر صدیق می آیند میگن اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مرد را میکشید که میگوید پروردگار من الله است؟ مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها میکنند. وقتی که او را رسول الله را رها کردن، به جان سیدنا ابوبکر صدیق میافتند و ابوبکر صدیق را چنان مورد ضرب و شتم خود قرار میدهند که سیدنا ابوبکر صدیق از اثر این ضرب و شتمی که میخورن بیهوش میافتن. ادامه این بحث ما بعد از یک وقفه کوتاه در خدمت شما خواهیم بود. مثال حق، منبر موحدین. خدمت دوستداران سیدنا ابوبکر صدیق عرض و ادب و سلام و احترام دارم. سخن از شکنجه شدن سیدنا ابوبکر صدیق هست. سخن از شخصیت والا و بالا و افضل الخلق بعد النبیین والمرسلین هست. زمانی که مشرکین بر رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم حمله ور می شوند، سیدنا ابوبکر صدیق می آید و می گوید اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، آیا مرد را می زنید و می کشید که می گوید پروردگار من الله هست؟ مشرکین رسول الله صلی الله علیه و سلم را رها می کنند و به جان سیدنا ابوبکر صدیق می افتند. ابوبکر صدیق را چنان مورد کتک قرار می دهند و چنان مورد ضرب و شتم قرار می دهند، حتی آن مشرک از خدا بی خبر عتبه بن ربیعه با کفشش که میخ داشت، با کفش میخدار چنان بر سر و صورت ابوبکر صدیق میکوبد که بینی و صورت ابوبکر صدیق یکسان می شود و ابوبکر صدیق بیهوش می افتد. ای کسانی که شما داعی الله هستید، ای کسانی که شما در راه الله سبحانه و تعالی دعوت می کنید،
و ای کسانی که شما در راه الله سبحانه و تعالی شکنجه می شوید و ای کسانی که شما در راه الله سبحانه و تعالی رنج و مشکلات می بینید، لحظه فکر کنید که بر سر سیدنا ابوبکر صدیق چی می آید. زمانی که سیدنا ابوبکر صدیق بیهوش می شوند، قومشان بنی تیم ابوبکر صدیق را می گیرن، به خانه می برن. بعد از ساعتها سیدنا ابوبکر صدیق به هوش می آیند. ابوبکر شدن آسان نیست، به مقام ابوبکر رسیدن آسان نیست. صدق ابوبکر، ایمان ابوبکر، محبت ابوبکر رضی الله عنه، جایگاه والا و بالای ابوبکر. برادر و خواهر مسلمان، لحظه فکر بکن. من و تو میگیم در مکتب صحابه، در مکتب ابوبکر رضی الله عنه درس میخوانیم. ایمان ابوبکر را، محبت ابوبکر را، عشق ابوبکر را به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را ببین. زمانی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه به هوش می آیند، بعد از ساعتها چشم خود را باز می کنند، مادر ابوبکر صدیق، اقوام ابوبکر صدیق در کنار ابوبکر صدیق قرار دارند. زمانی که چشم خود را سیدنا ابوبکر صدیق باز می کنند، اولین حرفی که سیدنا ابوبکر صدیق از زبان خود بیرون می کنند، میگن بگویید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی حال دارند. از احوال رسول الله بر من بگویید. قوم ابوبکر صدیق را سرزنش میکنن که هنوز دنبال محمد ابن عبدالله را رها نمی کنید. ابوبکر صدیق هیچ حرف را بر زبان نمی آورند، فقط میگویند احوال رسول الله را بر من بگویید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه هستند. مادر سیدنا ابوبکر صدیق ام خیر غذا را برمی دارد و می آورد نزد سیدنا ابوبکر صدیق که ای فرزند من، غذا بخور، آب بنوش. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می فرمایند والله قسم تا از احوال رسول الله صلی الله علیه و سلم جویا نشوم، تا خبر سلامتی رسول الله را نشنوم، لب به غذا نمیزنم. فدای عشق ابوبکر صدیق، فدای محبت ابوبکر صدیق. چی عشقی، چی محبتی، چی ایمانی. ابوبکر صدیق برای مادر خود میگویند ای مادر، برای ام خیر بروید نزد ام جمیل که یکی از زنانی که مسلمان شده بود، بروید نزد ام جمیل، احوال رسول الله را از او پرسان کنید و برای من خبر بیاورید. ام خیر حرکت می کند، می آید دروازه خانه ام جمیل را زنگ می زند، در می زند، به صدا در می آورد. ام جمیل بیرون می شود، از او پرسان می کند احوال رسول الله صلی الله علیه و سلم را. ام جمیل می ترسد که مبادا این جاسوس نباشد، مبادا این از طرف مشرکین آمده باشد. میگوید من محمد ابن عبدالله را نمی شناسم، من از ابوبکر هیچ خبری ندارم، نه ابوبکر را می شناسم و نه محمد ابن عبدالله را. اینجا ببینید هوشیاری و ذکاوت این زن مسلمان را. ام جمیل میگوید اگر میخواهید من از احوال فرزندتو جویا بشم و از او خبری بگیرم. ام خیر میگوید بفرما. ام جمیل همراه ام خیر میآید،
در کنار سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق میگوید ای ام جمیل، از دوست من، از رفیق من، از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای من بگو چگونه هست. ام جمیل میگوید مادر شما در کنار شماست، این از خانه بیرون شود که من بگویم. ابوبکر صدیق میگه اطمینان کن به مادر من، مادر من از خود هست. بعدن ام جمیل میگوید ای ابوبکر، رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح و سالم قرار دارند. ابوبکر میگوید کجا هستند؟ از رسول الله بگو رسول الله کجا قرار دارند؟ سیدنا ابوبکر صدیق وقتی این سوال را می کند، ام جمیل میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ارقم ابن ابوالارقم قرار دارند. مادر ابوبکر صدیق میگوید ای ابوبکر، حالا واقف شدی از احوال رسول الله صلی الله علیه و سلم که صحیح و سالمن، بگیر غذا بخور، از این آب بنوش. ابوبکر صدیق میگوید والله تا چشم من به دیدار رسول الله صلی الله علیه و سلم نیفتد من لب به غذا نمیزنم، لب به آب نمیزنم. لحظاتی که مردم در خانه های خود قرار میگیرند، هوا تاریک می شود، یک شانه سیدنا ابوبکر صدیق را ام جمیل و یک شانه دیگرش را مادرشان ام خیر میگیرد. سیدنا ابوبکر صدیق را میبرند رو به طرف خانه ارقم ابن ابوالارقم. رسول الله صلی الله علیه و سلم واقف میشوند که ابوبکر صدیق به دروازه خانه آمده، رسول الله بیرون میشوند به استقبال سیدنا ابوبکر صدیق. رسول الله صلی الله علیه و سلم چند قدم حرکت میکنن و سیدنا ابوبکر صدیق را که وقتی به این حالت میبینن، با این رخسار خون آلود و با این بدن پر از زخم و با این صورتی که بینی و صورت یکسان شده، سیدنا رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق را به آغوش میگیرن و میبوسن. ابوبکر صدیق را بوسه میزنن. ابوبکر صدیق میگوید یا رسول الله، شما سالم هستید، شما صحیح هستید، سالم بودن و تندرست بودن شما برای من ارزش دارد. جان من و مال من، پدر و مادر من فدای شما یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگویند ای ابوبکر چی میخواهید که در این لحظه برایت دعا کنم؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگویند یا رسول الله دعا کنید که مادر من هدایت شود، مادر من از آتش جهنم نجات پیدا کند. ببینید در چه حالتی سیدنا ابوبکر صدیق به فکر نجات یک انسان از آتش ابدی خداست. رسول معظم اسلام دست به دعا بلند میکنن یا الله. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقت دعا میکنن، مادر سیدنا ابوبکر صدیق کلمه عرض میکنن و میگوین اشهد ان لا اله الا الله و انک محمد رسول الله. این به طور خلاصه و فشرده سختی ها و مشکلات و شکنجه‌ای که سر سیدنا ابوبکر صدیق آمد، از این ماجرا ما درس ها میگیریم. به طور خلاصه و فشرده حرص و اشتیاق ابوبکر صدیق به این که اسلام در برابر کفار علنی شود، ولو اینکه به قیمت جانش تمام بشه. اسلام باید علنی بشه، بانگ توحید باید به اهتزاز در بیایه و طنین انداز بشه، صدای توحید بلند بشه و ابوبکر فدای دین بشه. این درس را میگیریم که در هر جا باید بانگ توحید به صدا در بیایه، ولو که به قیمت جان ما باشه، ولو که ما تکه تکه بشیم. کاشک این لیاقت بر ما باشه، کاشک این شایستگی و این نعمت را الله نصیب ما کنه که ما فدای کلمه توحید بشیم.
چه نعمت عظیم و بزرگی. به صحرای محشر با بدن خونالود بیاییم، با بدن تکه تکه حاضر بشیم و به الله بگیم ای الله این جانی که تو دادی من فدای تو کردم، من فدا کردم تا این که کلمه مبارکه لا اله الا الله در روی زمین تنین انداز بشه و به اهتزاز در بیایه. درس دوم، دعوت باید شفاف باشه. داعیان الله باید شفاف صحبت کنن. کسانی که در راه دعوت قدم میگذارن باید شفاف صحبت بشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم یستطع فیغیره بلسانه فإن لم یستطعه فیغیره بقلبه و ذلك ضعف الایمان. داعی الله اگر در توان داره باید منکر به دست منع کنه، اگر توان نداره باید به زبان بیان بکنه. المؤمن مرآت المؤمن، ما باید آینه همدیگر باشیم. وقتی سخن حق به ما میرسه باید ما او را بپذیریم و قبول کنیم. به هر جا داعیان الله میرسن، چی خواهرن و چی برادر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چی بسا مردان مؤمن و چی بسا زنان مؤمنه هستن که اونها امر معروف و نهی از منکر میکنن هر جا که باشن. امروز ما خواهرانی داریم در قلب اروپا و در قلب آمریکا و در گوشه گوشه دنیا، خواهر و برادری داریم که داعی الله یعنی. از این جریان ای درس رو میگیریم که داعیان الله باید دعوتشان شفاف باشه، واضح باشه. رضایت الله سبحانه و تعالی رو باید مد نظر داشته باشه داعی. در حقیقت سیدنا ابوبکر صدیق ثابت کرد با این شعار ابراهیمی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. درس دیگری که میگیریم محبت خدا و پیامبر باید چنان باشه که جان خود را انسان فراموش کنه. زمانی که داعی الله متوجه میشه که من باید پیام الهی را برسانم، چنان عشق الله سبحانه و تعالی و محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در دل انسان باشه که جان فراموش بشه، مال فراموش بشه، جان و مال فدای الله سبحانه و تعالی بشه، فدای دین الله سبحانه و تعالی بشه. مثل ابوبکر صدیق غذا نمیخوره، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه یعنی. چهارم، در این ماجرا واکنش های جالب و شکوهمندی از جمیل بروز میکنه. باید مسلمان هوشیار باشه و زیرک باشه. جمیل خبر به خود سیدنا ابوبکر صدیق میاره، احتیاط میکنه که مبادا خیر از طرف مشرکین روان شده باشه، جای رسول الله صلی الله علیه و سلم را کشف کنن. پس این درس احتیاط، درس زیرکی، درس هوشیاری، درس این که انسان مؤمن و مؤمنه باید خیلی هوشیار و زیرک باشه. پنجم، این که اشتیاق ابوبکر صدیق بر هدایت مادرش هست. سر و صورت ابوبکر صدیق خونالود، بدن ابوبکر صدیق خونالود، ابوبکر صدیق بیهوش بوده به هوش آمده، باز هم به فکر نجات یک انسان از آتش جهنم هست. داعی الله باید هر لحظهش، هر ثانیه، هر ساعت و دقیقه و ثانیهش باید به این فکر باشه که یک انسان از آتش الهی نجات پیدا بکنه. اگر خواهر بی حجاب باید با حجاب بشه، اگر انسان رشوت خوره باید دست از او بکشه، اگر سود خوره باید دست از سود بکشه، اگر انسان بیدینه باید دیندار بشه، اگر انسان از خدا غافله باید بیاد خدا بیفته. این وظیفه داعی و دعوتگر هست. الله سبحانه و تعالی بر ما توفیق بده تا اینکه ما راه صحابه را درست و صحیح تعقیب کنیم و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم را برای خود الگو و اسوه قرار بدهیم. تا برنامه بعدی که باز هم ارتباط به شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق هست، شما را به خداوند کریم و رحیم می سپارم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.